خب بریم ببینیم داستان همستر چیه. دیدم خیلی جامعه شناس و روانشناس و اینا خیلی جا دعوت کرده بودن، کسی نفهمید داستان همستر چیه. برای که بفهمید داستان همستر چیه باید برگردیم به یه تحقیق 70-80 سال قبل که موشی یه الکترودی نصب کرده بودن که موش هر بار که این شاسی رو فشار میداد، این الکترود باعث میشد که توی مغزش دوپامین آزاد بشه و به لذت برسه و موش انقدر این کار رو تکرار کرد که حتی آب و غذا نخورد، چون به لذت میرسید و اون لذت رو یه نوع پاداش تلقی میکرد و باعث شد که موش بمیره. انقدر اینو فشار داد تا موش مرد. الان اتفاقی که افتاده اینه که در واقع جای موش و انسان رو عوض کرده. اونا هر کاری میکنن بر مبنای تحقیقه و در واقع الان شما نقش این موشه رو دارین، این شاسیه نقش اون همستر و گوشیتون رو داره. اون جایزه‌ای که میگیرین و دوپامینی که تو مغز سرشون میشه و به لذت میرسونتون، اون سکه هایی که میگیرین که به هیچ دردی نمیخوره ولی به درد اونی که داره استخراج میکنه میخوره.